سلام بچه های گل، خانم های بزرگ زیزی لایف. اینم چیکو، خوشگل مامان. یه جوجه کوچولوی کف دستی بود، از کف دست که هیچی، بند انگشتی بود، ناناز خوشگل. برای محمد آقا و سعید خانم خریدمش. الان دقیقا من از یه 5 سال 6 سال دارمش. چیکو چیکو بیا پیش مامان. جون دوریس بگردم، تو نوز منی. دوریس بگردم، خوشمزه. بودو بریم دادری بریم. آره مامان دوست داره، تو نوز منی. چیکو بودو بریم. چیکو بودو کنی. بودو. خوشگل من کجاست اینجا؟ این چیکو مامانه. چیکو هیرو کجاست؟ هیرو رفته کجا؟ حیاط رفته هواخوری. داره در میزه. آها کی اومد؟ هیرو اومد. هیرو خانوم. چیکو آقا پسره، هیرو هم خانومه. بچه ها هیرو داره پنجول به در میکشه، چیکو داره چیکار میکنه؟ میگه بیار مامان بیارش. بیارم هیرو رو بیارم. آره هیرو دوست داری؟ الان بچه ها هیرو اومد. عکس العمل چیکو میگه خوش اومدی آقا هیرو. نه ببخشید خانم هیرو. وای لالا داره. ببینی من 2 حیوان ناز دارم، هر 2تاشون از کوچولو بودن کوچیک ناناز بودن آوردم بزرگشون کردم. اول از همه چی دارم؟ چیکو. آقا چیکو هیرو اومد. هیرو خانم اومد. خوشگل. ببینی برای هیرو چیکار میکنه؟ بیتاب هیروه. ببینی ولی هیرو از چیکو میترسه. بودو خوشگل من. بوس بده. آخ من برای تو بمیرم. من برای تو جیگر منی. دست نده مامان، من تو رو میخورم. تو جیگر مامانشه. این عشق مامانه. چی شده قشنگم؟ چی شده عزیزم؟ شمکت چی شد؟ رفتی حیات لالا کردی رو برگای زیر درخت انجیر؟ خوشگل من، نونوز من، عاشقتم. خدا دستاشو ببینین. خدا. آو. رفت. دوباره بریم پیش چیکو خوشگل خودم. هیرو قند بر نداری. هیروی شکلات خور نشسته جای سینی. بهش چی بدم؟ هیرو چی بدم؟ بیسکویت حاج عبدالله بهش بدم. بچه من اینا رو برای هیرو خریدم که دیگه بهش قند شکلات ندم، بیسکویت حاج عبدالله بدم. بفرما. اول از همه دست بده. قربونش پیشم. بفرما. خوشمزه بود. یه دونه دیگه. دوباره حاج عبدالله برداریم. اینم حاج عبدالله. بزن قدش. آقا دوباره. دست بده مامان. بزن قد. آخ ببخشید دخترم دراز کشیده. چطوری دست بده به مامانش؟ خب چطوری بده؟ زیباترین صدا. اگه یه آدمیزاد کنار من بود با این حالت غذای چیزی میخورد ویشت کشیده داده بودم من. ولی برای من هیرو خوشمزه ترین صدا رو داره. دوباره یه حاج عبدالله باید داریم. دوباره بدیم به هیرو خانوم. بفرمایید. خوشمزه است. دوست داری؟ منم عاشق تو. اما نه دیگه. نه عاشق